سرچشمه تامین آبیاری کنی زمین‌های کشاورزی شهر ترسونزاده دریاهای قراتاق و شیرکند و کانال حصار بوده. برای آبیاری میدان‌های کش 42 شبکه آبیاری با طول درازی 212 کیلومتر خدمت می‌رساند. در حدود شهر این شبکه‌های آبیاری و 9 زهبور و زهکش‌های بین خوجگی با طول درازی 34.7 کیلومتر موجود است. همه میدان‌های کشی زراعت‌های کشاورزی از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسونزاده سری وقت با آب تامین کرده می‌شود. طوری که به همگان معلوم است که با کمبارش آمدن تیرماه زمستان امسال در همه خوجگی‌های جمهوری تاجیکستان یخ‌آبانی کرده شده است. اداره دولتی بهداشت زمین شهر ترسونزاده با باوری گفته می‌تواند که در موسم آبدهی همه خوجگی‌های دهقانی را با آب فلزی تامین نماید. این حال با همگان معلوم است که خوجگی‌های دهقانی کشتی اول خود را به آخر رسانیده حاصل دل خود به دست آوردند. اداره دولتی بهداشت زمین شهر ترسونزاده با خوجگی‌ها شهردنامه بسته با موافقت گفته می‌تواند که در موسم آبدهی همه خوجگی‌های دهقانی را با آب فلزی تامین نماید. موسم تیرماه و زمستان سال گذشته از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولات نوکی 15320 متر کوبی با طول درازی 5770 متر زهبور و زهکش‌ها توسعه کرده شده. 155 گکتار زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعتبخش داشتند به حالت قناعتبخش برگردانده شد. ما در همین نوعه ترسونزاده 5 تا ایستگاه آبکش داریم، 11 تا دستگاه آبکشی هستند. از همین 9 تاش کارشویه هم 2 تاش تعمیرتر، 9 تاش کاربا آماده است آب دادیم. شرطنامه ما 650 گکتار با خوجگی نمونه، خوجگی اگروصناعت، این خوجگی دهقانی همه شرطنامه بستگیم. با چیزی که میفهمید این سال با کمتر خوش سالی شد ما به این نگاه نکرده همه تیار هستیم که آب ما 3 تا اگریگات ما کار کرده است، دستگاه کار کرده است. باز 900 لیتر آب داد شدیم. همگی ما شرطنامه 650 گکتار داریم. متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسونزاده کوشش می‌نمایند که در موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی تمام شبکه‌های آبیاری برای خدمت رسانی آماده باشد و آنها توانند سریع وقت کشاورزان را با آب تامین نمایند.